برای هر کوله 30 رینگیت از ما گرفتن که یه پلاستیک دورش بشه. 330,000 تومان پلاستیک. ما اصلا کلا بلد نیستیم قرار سفارش بدیم. این فرودگاهی بگیم قیمتش خوب باشه، حکومت برامون برده. از اینقدر. مثلا اسباب بازی داره، حالا که خریدیم استفاده کنیم. 5 minutes later. این چه بازی؟ این وضعیت منه. بعد اینکه غذامون رو خوردیم رفتیم که وسایلمون رو تحویل بدیم و سوار هواپیما بشیم. اما مأمور اونجا یه ضد حال بزرگ به ما زد. گفتش که آقا کجا دارید میرید؟ شما باید برای اینکه وارد تایلند بشید بلیت خروج از تایلند هم داشته باشید. اما خب ما نداریم. بعد ما گفتش خب برید بشینید بلیتو بگیرید بعد بیاید. بعد ما اینجوری مظلومانه نگاش کردیم، اینجوری پلک زدیم و گفت حالا بیاید چیز کنیم من براتون میذارم، ولی تا قبل اینکه تو پوکت پیاده بشید باید داشته باشید. یعنی توی پوکت پیاده شید اونجا ازتون این بلیطو میخوام. مهر خروج مالزی هم زدن و سفر ما تمام شد. 31 وارد مالزی شدیم و 10 از اینجا خارج شدیم. الان داریم میریم به سمت پوکت. از کوالالامپور به پوکت. با شهر کوالالامپور باید خداحافظی کنیم. پرواز ما نشست تو پوکت و خب ما وقتمون خیلی کم بود و نتونستیم بلیت خروج از تایلند رو جور بکنیم. به خاطر همین به نظرم بهترین راه این بود که راستشو بگیم. همین کارم کردیم. رفتیم و گفتیم که ما جهانگردیم، اصلا برنامه‌ای نداریم و نمیدونیم کی می‌خوایم از تایلند خارج بشیم. اونا هم گفتن که اوکی بیاین برگا رو پر کنید و بشینید اونجا. بعد نیم ساعت بالا پایین و سوال جواب بالاخره به ما اجازه دادن که وارد تایلند بشیم و مهر ورود به این کشور رو زدن. سلام از شهر پوکت. ما الان توی اولد تاون پوکت هستیم. پریروز رسیدیم اینجا. از شب بود خاطر حالا یک خستگی زیاد و یک کم هم مریضی. ما سوپ گرفتیم چون دوتامون مریضیم ولی خیلی بامزه است. سوپ مرغ، این نودل و تخم مرغ. یکی هم یه نوع دیگه از سوپ مرغ. یکی دو تا چیز هم اینطوری کوچولو توش گذاشتن میتونی توش بریزی. بسته‌بندی‌هاشون خیلی بامزه است. این 2 روز استراحت کردیم. یعنی عملا تو پوکت جایی نرفتیم دیگه. یه سری کارم داشتیم برای کارهای اداری درون که بتونیم توی پوکت پرواز بکنیم. توی کل تایلند بتونیم پرواز بکنیم. این سری مدارک رو پر کردیم. دور ناقص بود باید برگردیم اونا رو برداریم و بیاریم. فردا میریم به میزبان اولمون، پیش میزبان اولمون توی تایلند. میریم اونجا با ون که قیمتش هم شد برای هر نفر 220 بات. بعد 2-3 روز استراحت تو پوکت با توک توک رفتیم ترمینال و با ون رفتیم سر جاده‌ای که میزبانمون بهمون گفته بود اونجا پیاده بشید. خب ما از پوکت اومدیم رسیدیم اینجا سراحی سر سوراتانی. بعد از اینجا حالا ما وایستادیم که اولین تجربه هیچ‌هایکمون رو داشته باشیم. هیچ‌هایک یعنی سر جاده اصلی وای میسی و با ماشینای محلی که میخوان برن هم مسیر میشی تا برسی به مقصد مورد نظرت. حدوداً نیم ساعت راهه. آقا ما 10 دقیقه اینجا وایسادیم. بعد 10 دقیقه یکی از کسایی که حالا اون ور خیابون دیدید گفتش که کجا میرید؟ در چی وایسادید؟ در چی دست تکون میدید؟ بعد ما گفتیم آره می‌خوایم بریم مثلا اون لوکیشن. گفت من میرم. تاکسی می‌خواستیم بگیریم به این سرعت پیدا نمی‌شد. خانم خیلی خانم خیلی مهربون. خب بیا وسایل رو برداریم. ما موفق شدیم که اولی تجربه یه دونه هیچ‌هایک بگیریم. تجربه باحالیه. کام 10 دقیقه کلا وایسادیم تا تونستیم که ماشین رو بگیریم. خداییش خوب چیزی گیریم. از اتوبوس خیلی بهتر بود. من می‌خوام الان بشینیم پشت مثلا واحدها زیر خیلی بامزه همشون مثلا با صحبت کنن. بگیریم خیلی سخته. نه اونا قبول ما بلدن نه ما زبونونه. خب اینا هم دوستایی هستن که ما رو رسوندن تا اینجا. همشون هم گرم که نمی‌فهمم چی میگم ولی بچهای خوبی ان. خیلی هم هوامون رو داشتن. اولین تجربه هیچ‌هایک تجربه خوبی بود. خدا کنه همشون انقدر راحت باشن. سر خیابون میسی که میبینه این کجا میری؟ بیا من میرسم. دمت گرم مرسی خیلی ممنون لطف کردی تمام. ولی چه جای خوبیه. آبشار اینا هم داره. هر کسی نیست پیدا کنه اینا رو. ما چون آشنا داریم بستیم به بالا به خاطر هم داریم پیاده میریم به سمت جایی که باید بریم که به کافه است. خیلی راهش قشنگه. الان باید مثل اینکه از روی رودخونه رد بشیم تا بریم سمت کافه.
دیدم یه سری اومدن چادر زدن. ویدیوی بعدی داستان 8 روز زندگی ما کنار یه خانواده تایلندی فرانسوی تو این کافه خیلی خوشگله. پس تو ویدیو بعدی میبینمتون.